امروز نیز به جاده زدیم تا روستای دیگری از دیار مازندران را به شما معرفی کنیم. مقصد امروز ما منطقه هزار رنگ و هزار نقش هزار جریب است. امروز می‌خواهیم روستای پرکلا را به شما معرفی کنیم. روستای پرکلا از توابع شهرستان بهشهر، بخش یانسر، دهستان اشرستاق و در جنوب شرقی بهشهر قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا 1080 متر است. جمعیت روستا حدود 480 نفر است که در ایام تابستان بر جمعیت آن اضافه می شود.